درود دوستان عزیز، من تصمیم گرفتم که در کانال یوتیوبی خودم درباره حیات عبرت بخش و جالب عالمان قصه کنم و قصه اولین امروزه مربوط است به یکی از بزرگترین شخصیت های ملت تاجیک و عموما دانشمند سطح جهانی ابوعلی ابن سینا و یکی از شاگردان او. شاگردانی که در سن خردسالی توانسته بود ابن سینا را به حیرت آورد. روز ابن سینا در نزد آهنگر می ایستاد. در حالت صحبت بود که یک کودک یک بچه خردسال نزد آهنگر می آید و از او خواهش می کند که یک مقداری آتش بدهد. چون ابن سینا به کودک می نگرد ببیند که وی در دستش ظرفی ندارد برای گرفتن آتش. بعد از کودک می پرسد که تو که ظرف نداری با دستان لوچ به ظرف چگونه آتش را می بری؟ و در همین حالت همان کودک به زمین خم می شود، یک مقداری خاک را به دستش می گیرد، روی دستش می گذارد و از آهنگر خواهش می کند که همان آتش را، همان انگشت های سرخ شده آهنگر را در روی خاک گذارد و همین طور او همان آتش را گرفته می برد. ابن سینا از عقلی تیز و هوشی خوبی کودک به حیرت می افتد و او را به شاگردی قبول می کند که در آینده یکی از بزرگترین شاگردان ابن سینا و یکی از عالمان شناخته زمان خودش می گردد و این کودک را نام بود بهمنیار، یعنی بهمنیار مشهوری شاگرد ابوعلی ابن سینا. مقصد حکایه آن است که حتی کودکان هم می توانند ذهنی برا داشته باشند و رفتار و عملهای خردمندانه و نه همیشه ما باید با آنها گوییم که تو خردسال هستی، تجربه نداری و در حالتهای ضروری ما باید خردسالها را هم گوش کنیم و از تجربه آنها، از سخنهای آنها، از اندیشه آنها برخوردار باشیم. سلامت باشید.